بچه ما هم بیایم خودم قیافه بگیرم. بگیرید کار میکنی گیلا؟ بگیرید تو بابا رد از این کارا آقا قدر شما بمیم یخیش بگیرید تو گیلا گشتنی آدم گنده بیدیم من ببخش خیلی باید کار کنی گیلا غمی نداره برو بگو با درد نمیخوره دیگه خلاص بی فایده ببخش گیلا براجی نه چی دیده باباز که بیاره بسته و تو خورد بشی گیلا جونه تیار میشه خیره باشه چه میشه؟ نه دگو خلاص از نه برو با تو تیار میکنم میاد لا چسب پیدا کن بیشتر یلا کن بیا که موت یک چند باشه بابا برو با تو تیار میکنم میارم گیلا تاکو برو رو خوب کردم از این بدبختی که تو تا بچم رات کاغذات بدوی پا خور نرم کنی دستا خور نرم کنی رد از این کارا یلا کو سر از این کوچه استادن هم فایده نداره مردم پول تو بعد تو بعد میده یا قرار خودی ببریم به ایران بریم چیکار میکنی اینجا تو سوال به عمرم نرفتی برفتی نه یک جایی که نرید ببینید دگه اصلا یاد مادر نمیکنی یاد برا رو نمیکنی یاد هیچ که یاد پیار کنم حتی نمیکنی یعنی مال به تکلیف یاد مادر پیار کنم خبر محفل قرار شده میته بری که مگار نیه همین عمل که میته جوان نی به اون جبری جوانتر می نه بابا یک پارکا یک جا تفریجا یک چرخ موتور میبره با آسمون میته میته میره آسمون پس میای به زمین یک جا داره یک موتورا گیلا دروغ نول صاحب چی خالی شیرین نمال روی میداری میبری به ایران گیلا تعارو بچه خاله خسل نکو اگه میگه سودگی کنی بیا خودی مبر گیلا اگه به ایران نری یک هفته نسته کی خدای برسی هفته بعدی میگم پا خلیس کنی به دیوی طرف داره میگه اون نمیفهمه دیر میاری دلتنگ میشی مدار خودت میکنی نه بابا میگه صدا دول از دور خوشه کدو دول این یک معطل یا مردم قدیم لالا جو چرا رازنی میکنی مرتگا من کار ندارم میگه صدا دول از باشه بچه خاله تو این نمیفهمه به خدا اگه بفهمه خود از یه صبح میره تو چرا نمیری من میرم 24 ساعت میرم میام من مثلا چند وقت میشه کام آمادم ایلا چند وقت میشه کام تا میکوچه میبینی چند وقت میشه کام آمادم من بپرس من چند وقت میشه کام آمادم از ایران تو شاید چه روز باشه خب ان چرا میرم پس به خاطر خوبه تو ایران تو میری کردی مادری میرم خدایی به قیافه تو میخورم ایران چرا به قیافه تو میخوره میخوره برو بچی خالی من نبر میری برو گیلاک برف از این اگه میری خودی بیا دیگه میگم چون دول برف از این اکو کاکا برو برات کافی نمیفهمه دول از دول خوبه هیچ نمای تو برو من خود گازم تو بگم یک پتلونی به خود یک خنقاق یک سال دیگه چی هم نمای انکه شلوار گیلاک اگه کار دادی مارک ما همه شلوار کنن خیال میکنه مرسل آورده گردباز گیلا گوش کنی نری چرا نیرولور نمیشناسی تو گپ میدم میبره به ایران اونجا کسی نیه با پس بیای تو تو گفتی دول ماشین چکار شین مردم قدیم گپی گفته بود میگه صدا دول از دور خوبه صدا دول تو برو پیا خوبه بگم چی معنی میده تو رو میداره میبره به اونجا جان سر نامردی نکن دلی سیری په بغرض بده میره برو چسب کنم بخش کیله جو باشه با فرق میگوز کاغذ باده بگیرم میدم تو برای یک شخص سوار شم بسکله نمیشه خداحافظ سبز کشمیری من زلفت و زنجیری من یا بریم به خانه من یا برو به خانه من سبز کشمیری من زلفت و زنجیری من لا 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 چکاره یه لگات تبله بیزه برو آرجی همسایا با من میگم صدا دول از دور خوشسته کنه کشتنه از کجا شنیدی تو؟ ما از تو شنیدم همال همی صدا از این اکدو قسمت ها اونی آدمی تا پتیر شدو ما سنبیا من میتا برون سا آدمی خودیدون خب مقبولی هم اصلا یا آه میتا گردن بر برابر نبیده میتا نه میتا تبله برابری که رنگ ما گل شد نه بابا خوندن چی؟ من شک بکنده بگی لگماستم برقصی خود خو یلدم کما شانه برسه کجا نه دیگه امیدم نه تو برسه کجا نه مزیو برا گیلا تو یک سکنشته نه دیگه گیلا جو مزیو برا خودیا برو ما یاد نداره گیلا تو برو خودیا لده بابا یاد نداره بله خودیا لده تو بیا انالی بفهم بده یا برو بسلا خب بده من ایستا میرو سردم بده وخای
گوساله بکشی دست نزد گوساله ما بده مادر جو من چکار کردم با تو که تو ای بدیدی چه کار میکنی؟ مامان امروز دلبند من بنداختین یعنی واقعا که صدا دول اردو خوشه اشته یعنی ازم ده که نشنیدم اصلا نتونستم خور گرفته نه بابا همین تا آمازم کنیه دل فرفرک بری رخصیده صدا دول دور خوشه دور خوشه بابا که نفهمی که حتی از باشه شام آمدم میفهمه اون پشتم به درختا بودم همین تا خس کده آمدم کو بگی تبلزی این دوله جان بکی خو لیلی لیلی مرنمه ای خیلی بخونده که خیلی قیافه بگیری خدایی به خودم به شما چه قیافه بگیرم بعد مامانه به شما آدم کلونه اینه باید بله بکنی شما آدم کلونه تو چری تو میکنی حالا میده تا سر میزنی دیونه ما را کار غریبی هم مندختید و تو میگه بگه دول زده که یعنی از دور خوش یعنی ازم دور خوشه چی خوشه؟ صدایو صدا دول صدا دول آه پس عباس دروغ میگه دروغ میگه ماما نوروز عباس مرماس امین نیلیلا همسایه ما ماست بار ببره به ایران عباس بچه خالمه چی گفت؟ مرماس نیلیلا همسایه ببره به ایران گفته گیلک نرو بچه خاله جو صدا دول دور خوش چی؟ دور خوشه صدا دول دور خوشه پس راست میگفته دیگه راست میگه دروغ نمیگه حالا ایمی دول کمت دول زدم همه مردم بشنیدم می که بشنیده که نتیسته خور نگاه داشته انتو همه که خور نگاه داشته نتیسته که فرفرک بری بیانم پیش دوم زنده باشین خدا حافظ ماما شاءالله خوشم بود سلام علیکم رمضان جان گل اشتنی خوبین کیارین سلامتین زنده باشین باز به سهرا چه کار میزین؟ همین بیاد ماما طبیعت هوا سرده خوبه سهرا هم سرد تا در جا باشه خوبه ماما جو یک چیزی من به شما بگم به شرطی که از زبونی ما یک دم به برار نورالله نگه خب همین برار نورالله مایه بره به ایران بره مایه بچه شما گیله کردن ور داره ببره خود خود سر رعرا بیرا کرده به جو با آقا سبز سرخ نشون داده این بچه شما گیلک نافهمیه ایران ساختمان ها بلنده داره ایران اتوبان داره ایران خطرخل داره راهای قچقی دگه ما جو سه کنیم میگه صدا دول عدور خوشه برار نورالله حافظی و کار نمیکنه و میره بچه شما را مایه ببره که میگه من یکه نباشم من سختگیری و تراتیار شه من به شما یک گپ بگفتم از زبونی می چی نگیم یا جلو نورالله برار مز بگیریم یا بچه خود نگذاریم که همین من به شما دوستی بگم به خاطر از اینکه همسایه‌مون صبح خبر میشیم که این برار من بچه شما رو ببرده نگین که تو کو میفهمیده به من میگفتی من جلو بچه خود میگرفتم خیر بینی رمضان جان آفرین تو وظیفه حق همسایه خدا تا در خونه خدا است تو خوشم همین دیگه آدم کمی دیونر ببره صدا دول از دور خوشه اما نورالله به خاطر که به تر قچقی و دگه میگه گیلک چه شوخی ساده بگیم بخندیم این مسخره کنم ساعت متیر باشه خب باز باشه که من نورالله رو ببینم من حالا برم به خونه گیله کردم به جای میشونم نورالله که من اصلا ایله نمیدونم با خدا
دیگه آدم کمی دیونر ببره، این به زیر موتر میشه، ساختمان ها بلند داره، این نمیفهم آخه. ایران و گیلک از هم خیلی فرق داره. میای خشتر بده به دست برنامه زنه به کلپ مرتکه. دیگه این گفت هست دیگه. غیر از این کاش کیو کار 100 رقم اتوبان داره، خوف خطر داره. مثلا با اتاقا میره اونجا، مثلا بعضی آدما اونجا دیوت استفاده میکنن، به چی شما صبح معتاد میاد. بفهمید رمضان جان، آفرین تو خیر بینی. ما آگاه نبودم. من به شما یک چیزی بگم، این وظیفیه که آدم باید به همسایه بگه. آفرین دیگه دوست مانی که بیامدیم ما با خبر کردیم. ما چه خبر داشتم؟